شاخه گل، برنامه شماره 254. قبل از اجرای برنامه از شنوندگانی که این برنامه را تحسین و تقاضای تکرار آن را نمودند تشکر می‌کنیم. این هم برنامه مطلوب. در چمن بودم، سر کوی تو هم آمد به یاد. روی گل دیدم، گل روی تو هم آمد به یاد. در چمن بودم، سر کوی تو هم آمد به یاد. روی گل دیدم، گل روی تام آمد به یاد. روی گل دیدم، گل روی تام آمد به یاد. گر افتدت گذری بر وجود کشته عشق، سخن بگوی که در جسم مرده جان آری. ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز. به خوب رویی و سعدی به خوب گفتاری. دو چشم مست تو دو چشم مست تو برداشت رسم هشیاری. دو چشم مست تو برداشت رسم هشیاری. وگرنه فتنه ندیدی به خواب بیداری.
گر افتاده گر افتادت گذری بر وجود کشته جان سخن بگو سخن بگوی که در جسم مرده جان آری یا جانم تو برده ای امروز به خوب رویی سعدی به خوب گفتاری یا خلق گوی لطافت تو برده ای امروز به خوب رویی و سعدی به خوب گفتاری فتنه جويي نوگلي سلسله مويي دلفریبی شیوه چشم سیاهت دل من مست نگاهت
لاله رويي فتنه جويي نوگلي سلسله مويي دلفریبی شیوه چشم سیاهت دل من مست نگاهت دارم از دست غمت روز سیاهی لب فرو بستی و خوانم سخن از چشم سیاهت صبح شادی رخ ماهت دل من مست نگاهت کعبه حسنی و صد قافله دل سوی تو آید گلبن نازی و از لاله و گل بوی تو آید لاله رويي فتنه جويي نوگلي نوشين سلسله مويي دل فریبی شیوه چشم سیاهت دل من مست نگاه صبح شادی رخ ماهت دل من مست نگاه یارم از عشق تو بود اشکی و آهی دارم از دست غمت روز سیاهی لب فرو بستی و خوانم سخن از چشم سیاه صبح شادی رخ ماهت دل من مست نگاه می‌گریزی
که ندارد نه خطایی نه گناهی، کعبه حسنی و زد غافل دل سوی تو آید، گلبن نازی و از لاله بگل بوی تو آید. نغماتی دلپذیر و موزون که در مایه‌های موسیقی ایرانی، همایون و بیات اصفهان شنیدید، ارمنی است و اثر آهنگساز برجسته معاصر آودیس خاچاطوریان. از این آهنگساز بازوق دو آهنگ دیگر در این برنامه میشنوید. دو آهنگی که به رهبری آهنگساز جوان در استودیوی رادیو ایران به هنگامی اجرا و ضبط گردیده که نوازندگان و آهنگساز میهمان ما بودند. گوش کنید چه دلنشین و زیباست.
شاخه گلی که نثار شد شماره 254 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقای عبدالوهاب شهیدی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ‌های موزون اثر آودیس خاچاطوریان است. اشعار از سعدی، ترانه از رهی معیری، گوینده مهناز.